الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 70 از آموزش کلمة التوحید عروة الوثقى لا اله الا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. بارک الله فیکم. این چنین در این حلقه سخنهای باقی مانده از علمای اهل سنت و الجماعت را در مسئله این که اسلام قبول نمی گردد مگرم با براءت از مشرکین و تکفیر آنها بیان می نماییم. در 2 حلقه گذشته ما سخنهای علما را ذکر کردیم، بخصوص سخنهای علمای نجد را. در حلقه 68 بیان نمودیم که محمد ابن عبدالوهاب چی گفتند و بعد از این در حلقه 69 بیان نمودیم که فرزندان و نبیرگان محمد ابن عبدالوهاب از امامهای اهل سنت و الجماعت در این مسئله چی گفتند. و این چنین باز از علمای اهل سنت و الجماعت را به شما بیان می نماییم که اسلامی که براءت از مشرکین ندارد، مسلمانی که براءت از مشرکین ندارد، مشرکین و کافرین را تکفیر نمی کند، این مسلمان اسلامش نابود شده است، اسلامش درست نیست، مسلمان نیست، کافر شده است. بارک الله فیکم. و در این مسئله یکی از نبیرگان شیخ محمد ابن عبدالوهاب، علمای دارالنجد، اسحاق ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب میگویند ولا یکفی بغضهم بالقلب. کافی نیست که فقط کافران را به قلبتان بد ببینید، یعنی کافی نیست که فقط نسبت کافر در قلبتان بغض و عداوت داشته باشید، بل لابد من اظهار العداوة والبغضاء، بلکه لازم هست و ضرور است که انسان عداوت و بغض و دشمنیش را ظاهر بکند به جسم. و میگند فانظر الى هذا البيان الذي ليس بعده بیان. بینگر ای مسلمان به این بیانی که الله سبحانه و تعالی به تو بیان کرده است که بعد از این هیچ بیان دیگر وجود ندارد. چگونه که الله میگوید بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء. در سوره ممتحنه آیت 4 آمده است که ابراهیم علیه السلام میگویند بدا بیننا، یعنی بدا معنیش ظاهر شد، یعنی از همین روزی که شما به کفر واقع هستید و از کفر نمیبرید، از همین روز ما به شما کفر میورزیم و شما دشمنی ماهید و دشمنی آشکار شد. از همین روز دشمنی آشکار شد بین ما و شما. یعنی این آیتی که براءت ابراهیم علیه السلام خلیل الله را بیان میکند که یعنی دشمنی آشکار و ظاهر، بده دشمنی آشکار و ظاهر، نه به قلب بلکه ظاهرا به جسم. انا همین را میگند اظهار دین. برای شیخ اسحاق ابن عبدالرحمن میگن که فلا بد من التصریح بالعداوة و تکفیرهم. پس لازم هست که انسان در دشمنی بر کافرها آشکار این عمل را انجام بدهد، دشمنیش آشکار باشد و تکفیر کردنش آشکار و برعلا باشد و با جسمش از اونها جدا بشود. معنای عداوت چیست؟ معنای عداوت این است که میگند تو از اونها در حالت جداگی باشی، ضد اونها باشی، در حالت بدبینی اونها و تکفیر اونها باشی، اونها را تکفیر بکنی. چگونه که میگند اصلی براءت چیست؟ مقاطعه، یعنی جدا شدن، قطع کردن تمام رابطه ها به قلب و به زبان و بدن. پس قلب انسان مؤمن از عداوت کافر خالی نیست. این
همه اتفاق میکنند در این مسئله که یگان مسلمان و یگان کافر، البته یگان مسلمان و یگان مؤمن یگان نفر از کافرها دوست ندارد. همه علما اتفاق میکنند غیر از منافقان اعتقادی، مسلمان های عادی و غیر عادی، همه انسان های مؤمن قلبشان از دشمنی کافر خالی نیست، باید بدانید. اما نزاع در کجاست؟ مشکلی در کجاست؟ مشکلی در ظاهر کردن، اظهار کردن همین دشمنی است. و این سخنی شیخ اسحاق بن عبدالرحمن است. یعنی شیخ میگن که مشکلی این نیست که ما در قلبمون نسبت کافرها دشمنی نداریم. میگن که همه مسلمان ها، همه مؤمن ها نسبت کافرها در قلبش بدی دارد. همه ای که خود را مسلمان میگد به قلبش کافر را بد میبیند. مؤمنان مشکلی اینجاست که همین بدبینی را آشکار نمی کنند که باید آشکار کرده شود، اظهار کرده شود. و این سخن را شما می توانید درک کنید در دور الجهاد، در کتاب دور الجهاد 141 صفحه. بارک الله فیکم. و فرزند علامه عبداللطیف ابن عبدالرحمن عبدالله میگویند التولی کفر یخرج من المله. دوستی گرفتن کافر، تولی یعنی دوست داشتن کافر، نصرت دادن کافر، این کفر است که انسان را از ملت اسلام بیرون میکند. که میگند و هو کالضب عنهم، یعنی تولی چیست؟ خودشون به میتند به مانند طرفگیری کافرها، کمک کردن کافرها به مال، و اعانتهم بالمال و بالبدن و الرأی، یعنی کمک کردن کافرها به مال، به مبلغ، به بدن و جسم و به فکر. و موالات کبیرة من کبائر الذنوب كبل الدوات او بريء القلم او التبشش لهم او رفع الصوت او صوت لهم. سبحان الله. پس ببینید که مشایخ اهل سنت والجماعت چی گفتند. و این سخن شیخ عبدالله بن عبداللطیف هم در کتاب دور السنیه مجله 8 صفحه 422 ذکر شده است. و این چنین همین شیخ میگویند عبدالله بن عبداللطیف و من جرهم و اعانهم على المسلمین بأي اعانة فهي ردة صریحه. خوب دقت بدید که چی میگد. هر کسی که مشرکان را کمک بکند، کافران را کمک بکند بر مسلمان، بر ضد مسلمان، و یاردمشون بکند بر ضد مسلمان، یعنی به کافر کمک بکند، به کافر پول مال بدهد، به کافر اندیشه و فکر بدهد، به جسم یاردم بکند به ضد مسلمان دیگر، تا که دیگر مسلمان نابود شد، به یگان راهی نباشد، فرق نداره. بی ای اعانه، با کدام نمودی کمک نباشد. اگر مسلمان کافر را کمک بکند که این کافر دیگر مسلمان را نابود بکند، فهی ردة صریحه، پس این ردتی صریح و آشکار است، این کفر آشکار است، صاحبش مرتد است. مرحمت کتاب دور السنیه مجله 10 صفحه 429. بارک الله فیکم. و شیخ حمد بن عتیق در کتاب بینهایت نفیس خود سبیل النجات والفکاک عند قوله تعالی، یعنی سبیل النجات ذکر میکنند، در زیر سخن الله سبحانه و تعالی تفسیر میکنند و میگویند در سوره، یعنی آیتی که در سوره ممتحنه آیت 4 آمده است، و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، و ظاهر شد بین ما و شما عداوت و دشمنی و بغض ابدا، ابدی، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا همون زمانی که به الله ایمان میبرید. شیخ حمد میگویند که تأمل کن، تأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء. سبحان الله. ببینید شیخ میگن تأمل به این آیت بکنید، در بالای این آیت فکر و اندیشه بکنید که الله سبحانه و تعالی در این آیت عداوت را از بغض، بغضا پیش ذکر کرده است. ببینید و بدا و ظاهر است بیننا، بین ما و شما، بینکم یعنی بین شما، عداوت و البغضا، بعد از این عداوت بعد بغضا آمده است.
اول عداوت اومده است، بعد بغض اومده است. ما گفتیم بغض این امری درونی است، بعد دیدن کافر به قلب. عداوت نشان دادن همین بدبینی به جسم. شیخ میگن برای این الله عداوت را پیش از بغض گفت که ذکر نمود که عداوت مهمتر از بغضا هست، زیرا که در بعض حالتها انسان به قلبش کافر را بد میبیند، به قلبش مشرک را بد میبیند، اما معادات نمی کند، دشمنی ظاهری نمی کند. پس به همین سبب واجبات از واجبات دین را ترک می کند و در این حالت براءتش به وجود نآمده است، حقیقی نیست. پس باید در هر یک انسان عداوت و بغض به وجود بیاید و ظاهر باشد و همیشه باشد. پس شیخ میگویند اگر بغضا متعلق به قلب باشد، یعنی بغض متعلق به قلب باشد، به انسان منفعت نمی بخشد تا همان زمانی که اثر این بغض آشکار شود و علامتهایش به وجود آید. و علامت بغض به وجود نمی آید تا همان زمانی که عداوت به وجود نآید. سبحان الله. اما میگن اگر انسان موالاتش به کافر سخت باشد، همیشه موالات به کافر بکند، این دلالت میکند که در قلبش هم این انسان بغض ندارد. پس ما میگویم براءت کافرین، براءت مشرکین اصلش با قلب است. این اصل دین است. به قلب کسی که کافر را بد نمی‌بیند این کافر است. اما به جسم نشان دادن این واجبات است که به ترکش انسان در حالتی که نمیتواند کافر نمیشود، اما در حالتی که استطاعت دارد و نمیکند البته انسان را به کفر میبرد. پس شیخ میگویند فإن كثيرا من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين ويصلي الصلاة ولا يرد عن المساجد فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين وقد غلطوا أقبح الغلط. بسیاری از مردم گمان میکنند که اگر قادر بشوند به تلفظ شهادتین، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را بگویند و نماز بخوانند و در مسجدها به جماعت اشتراک بکنند، دین را آشکار بکنند، همین برای اونها کافی است، گرچنده که در بین مشرکین زندگی کنند، گرچنده که در بین مرتدین زندگی بکنند. اما میگن این غلط است. به تحقیق به همین فکرشون به غلطی سخت‌ترین واقع شدن. قبیح‌ترین غلط همین است که انسان فکر بکند که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید نماز خواند کافی است. نه، البته باید از مشرکین براءت بجوید، باید از مرتدین براءت بجوید، باید تکفیرشان بکند، باید از بین اونها دور بشود، البته به قدر استطاعت و توانایی. سبحان الله. پس قرآن و سنت دلالت بر این می کند که اگر مسلمان به کافر موالات بکند یا که از مسلمان موالات به اهل شرک حاصل شود و اطاعت اونها را انجام بدهد، به همین عملش مرتد می شود و از دین الله خارج می شود. و این سخن البته سخنی بنده نیست، سخن عیناً سخن شیخ عبدالله ابن عبداللطیف است که شما میتونید در کتاب الدرر مجله 9 صفحه 263 پیدا بکنید که یعنی قرآن و سنت به همین دلالت میکرد که اگر در مسلمان موالات اهل شرک، موالات اهل کفار، دوستداری اونها، نصرت اهل کفار، یاردم اهل کفار در مسلمان به وجود آید، این مسلمان به همین عملش مرتد می شود و از دین خارج می شود. و این سخن شیخ نبیره و یا که ابیره شیخ محمد بن عبدالوهاب است. و این چنین همین شیخ میگویند ان مظاهرة المشركين و دلالتهم على عورات المسلمين
والضب عنهم باللسان أو الرضا بما هم عليه، كل هذه مكفرات، فمن صدرت منه فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. سبحان الله. البته کمک کردن و یاری دادن و موالات مشرکین و نشان دادن یا که دلالت کردن مشرکین بر عورات مسلمین یا که حفظ کردن یا که دفاع کردن از مشرکین با زبان یا رضا شدن به آنچه که کافرها در همون کفرشان هستند، همه این عملها از مکفرات است. هر کسی که از وی همین چیزهای گفته شده به وجود آید صادر بشود پس او مرتد است، گرچنده که کافرها را بد بیند و مسلمانها را دوست دارد. یعنی یک کس کافر را بد بیند، مسلمان را دوست دارد، کافر را بد میبیند، مسلمان را دوست میدارد، اما مظاهره مشرکین دارد، مشرکین و کافرین را کمک میکند تا که مسلمان ها را نابود بکند، موحدین را نابود بکند، یا که با زبان دفاع میکند. در حق کافر صحبت کردی تمام تو به حبس میروی، در حق کافر صحبت کردی تو به قتل میروی، یا که رضا شود به کافرها که در همین کفرشان هستند. همه این از مکفرات است، انسان را کافر مرتد میکند. و البته این سخن شیخ عبدالله ابن عبداللطیف است که در کتاب الدفاع عن اهل السنة والاتباع صفحه 31 آمده است. نام کتاب الدفاع عن اهل السنة والاتباع در صفحه 31 آمده است. بارک الله فیکم. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، مقصد از این همه ذکر سخنهای علمای دار النجد و علمای اهل سنت و الجماعت برای شما چیست؟ مقصود ما از این همه نقل‌هایی که از سخنهای علما به مانند محمد ابن عبدالوهاب، از فرزندانشان، از نبیرگانشان سلیمان ابن عبدالله، عبدالرحمن، عبداللطیف، عبدالله، اسحاق و غیره، این است که بدانید که این شیخ‌ها همه اشان اهل سنت و الجماعت بودند و بدانید که اینها امامان و بزرگان اهل سنت و الجماعت بودند و همه این شیخ‌ها کمک کردن کافران و موالات کافران، دوستی اونها، یاری دادن اونها به یگان نمود یاری باشد ضد مسلمان ها، همه اشرا کفر نامیدند. و همه این سخنهای از این شیخ‌ها ذکر شده این رد است برای کسانی که امروز تلبیس میکنند، فریب و نیرنگ و مکر میبازند و خود را از پیروان همین شیخ محمد ابن عبدالوهاب مینامند، خود را یا که سلفی مینامند و براءت را رد میکنند یا که براءت را فقط به قلب میکنند. رد به اونها است که خود را پیروی شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگیرند، خودشون را سلفی میگیرند، اما ضد شیخ محمد ابن عبدالوهاب سخن میکنند و فتوا میدهند. و کسانی که در منهج شیخ محمد ابن عبدالوهاب است که منهج قرآن و سنت به فهم سلفی امت است، این را خوارج میگویند. چرا که اینها مرجئه اند. مرجئه ها همچنین صفت خود را دیگر میکنند. مرجئه ها همه وقت، همه زمان، در همه زمان صفت خود را، نقاب خود را، صورت خود را، تکتیک دعوتی خود را دیگر میکنند. یگان مراتبه در این روی دنیا از اول پیدایش مرجئه تا امروز، مرجئه نگفته است که ما مرجئه همیشه خودش را اهل سنت میگوید و اهل سنت را خوارج میگه. چه خیلی که شیخ الاسلام را خوارج گفتند، چه خیلی که ابن القیم الجوزی را خوارج گفتند، چه خیلی که در کتاب نونیه ابن القیم الجوزی ذکر میکنند و چه خیلی که ابن محمد ابن عبدالوهاب را خوارج گفتند. هر کسی که میخواهد که توحید حقیقی را زنده بکند، هر کسی که میخواهد که براءت را تحقیق بکند، موالاتش حقیقی باشد و در زیر حکم الله و رسولش زندگی بکند و به حکم قرآن و سنت حکم بکند، این انسان را مرجئه ها به کدام نام نباشد، نامش فرق ندارد که سلفی هست، اخوانی هست، حزبی هست، همه اینها مرجئه است، صوفی هست، همه اش
میگن که این خوارج است. و این همه سخنهای ذکر کرده ما رد به این فرقه دیگر از فرقه فتنوی، فرقه باطل از اخوان شیطانی است که همین اخوان شیطانی، حزب اخوان شیطانی، اسلامی را میخواهند که دشمنی نداشته باشد. اخوانی ها میخواهند که یک اسلام به وجود بیارند، اسلام سازند، سیستم سازند که دشمنی ضد کافرها نباشد و این چنین تکفیر کافرها نباشد. و برای به وجود آوردن همین نمودی اسلام بینیوت کوشش میکنند، همین نمودی منهج را میخواهند که به وجود اند و به نهایت کوشش کردند که یک توحید را بسازند که در وی کفر بر طاغوت نباشد. اما الله سبحانه و تعالی خارشان میکند و نابودشان میکند و روز از روز شکست میخورند. و نه فقط حزب اخوان شیطانیه بلکه دیگر از حزبهای باطل همه اشون همینند، خواه از حزب نهضت باشد، خواه از حزب ترکی باشد، از حزب ملایزی باشد، تمام حزبهایی که امروز خود را به اسلام نسبت میدهند میخواهند که یک توحید را به وجود بیارند که کفر بر طاغوتش نباشد. در مسئله براءت هیچ صحبتی نیست. چخیلی که امروز حزب سلفی که خودش را سلفی میگوید، حزب نور که یک شیخ مشایخ بزرگش یاسر برهامی است که البته اینها در حقیقت فقط دعوایشون سلفی هست، اینها سلفی نیستند. اهل سلف از اینها بیزارند. اهل سلف اینها اهل قرآن و سنت بودند. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچگاه به کفر راضی نشدند. در نزد صحابگان اولین و مهمترین چیز بعد از به اسلام داخل شدن این براءت از مشرکین و تکفیر آنها بود و این البته واجبات دین است و بغض آنها از اصول دین است که ترکش کفر است. پس این فرقه های باطل به سوی یک دین خودشان یک دین ساختن که به سوی این مردم را دعوت میکنن که هیچ حقیقتی ندارد، به سوی مذهب ارجائی دعوت میکنند که هیچ فایده به امت اسلام نمیبخشد. پس والله قسم به الله ما سخنان و کلام اهل سلف را که نسبت مرجعه گفته بودند حقیقتش را تا امروز نفهمیده بودیم. تا زمانی که مرجعه را به چشم سرمان ندیدیم نفهمیده بودیم. بعد از این که مرجعه های امروز را آموختیم، دیدیم، فتواهای اونها را دیدیم، مقصد اونها را آموختیم، بعد از این کلام اهل سلف این امت از صحابگان تابعین و تبع تابعین به ما کشاده شد، به ما فهما شد که چقدر این مرجعه ها خطری بزرگ دارند. به نهایت این مرجعه ها در حقیقت یک بلای بزرگ و ضرر سخت برای امت اسلام هستند و فساد بین‌الملل شدیدی را می‌آورند، زیرا که همین ها هستند که میگویند حکم الله و رسولش را ترک کردن هیچ مشکلی ندارد. همین ها هستند که براءت را ترک نمودند و همین ها هستند که سبب شدند که مسلمان ها در حالت خواری باشند و عزت نداشته باشند. پس از الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که الله امت اسلام را به عقیده صحیح اهل سنت و الجماعت برگرداند و همه را به زیر قرآن و سنت به فهم سلف امت جمع نماید و از فتنه این فرقه های باطل همه اهل سنت و الجماعت را نگه دارد. بارک الله فیکم، حیاکم الله و بیاکم. با همین در حقیقت شرح پنجمین شرط صحت لا اله الا الله المحبه به پایان رسید. در حقیقت شرح پنجمین شرط صحت لا اله الا الله بنا طولانی شد، والله علم 17 حلقه یا 16 حلقه فقط ما شرط پنجم صحت لا اله الا الله المحبه را شرح دادیم. تا امروز ما به شما شرط اول العلم، شرط دوم الیقین، شرط سوم صدق، شرط چهارم اخلاص، شرط پنجم المحبت را شرح دادیم. البته ضد این همه را هم شرح دادیم. علم ضدش جهل، یقین ضدش شک، شبهه و ریب.
و صدق ضدش کذب و نفاق، اخلاص ضدش شرک و محبت که ما شرحمان به پایان رسید و در زیر محبت الولاء و البرا که شرط صحت محبت از ذکر کرده شد و باذن الله در حلقه های آینده در مسئله کفر بغض و کفر اکراه یا که کفر و کره را، کفر بدبینی دین را که ضد محبت است بیان خواهیم نمود و از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که به ما توفیق محبت حقیقی را عطا فرماید و ما را از جمله کسانی بگرداند که الولاء و البرا را تحقیق نماییم و از جمله موحدین باشیم و الله سبحانه و تعالی ما را از جمله کسانی بگردان که بهترین و حقترین سخن را بشنویم و پیروی آن باشیم و از سخنهای باطل دور باشیم.